بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طبعا این مقاله من برای به زبان کردی نوشتم، اما برای اینکه دوستان از بخش ترجمه کردی نداشتم یه ترجمه سریع به زبان فارسی برای شما کردم. حضار محترم، سربازان جهاد اسلامی و بیداری دینی، سلام ملت مسلمان کردستان عراق بر شما باد که از زمان انقلاب اشکومند اسلامی ایران توسط مرحوم شادوران بهشتی جناب آیت الله خامنه‌ای همراه با جناب شیخ عثمان عبدالعزیز رهبر فقید حزب حرکت اسلامی در کردستان عراق همراه و همکار و همسنگر این انقلاب برجسته بوده است. برادران، همسنگران، تکنون طرح و شعار انکار ناپذیر در میدان جهاد اسلامی در چارچوب بیداری اسلامی در کشورهای لیبی، تونس، مصر، الجزایر، عراق و افغانستان وجود دارد که همه آنها قصد دارند خود را تحت پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله از برتری و قدرت استعمارگرایان و ظالمان جهان سرمایه‌داری برهانند. مطمئنا این مسئله شعار و کنشی مثبت برای انقلاب شکومند اسلامی ایران می باشد. لذا لازم است این کشور از همه طرفها در راستای هرچه بیشتر بیداری اسلامی در جهان اسلامی حمایت نماید. کشور ایران با انقلاب شکومندی خود نه تنها مفهوم طایفه‌گری و نژاد پرستی و بیگانه پرستی را از اذهان مردم پاک کرد، بلکه در راه بازگشت به سرچشمه ناب اسلام که همنان قرآن و راه پیامبر اسلام درود بر جان پاک و اهل بیت انشان باد تلاش کرده. حضارگران قدر، پیام ملت کرد برای بیداری اسلامی این است که باید تنها ملت‌های جهان اسلامی برای مشکلات خود چاره اندیشی نموده و تنها تصمیم گیردن و حقوق و آزادی‌های خود باشند. لازم است بنابه خواسته خود و بر منبع این مقدس اسلام مشکلات و موانع وجود را برطرف نمایند. خداوند متعال می‌فرماید: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. لذا باید تمام حقوق ملت‌ها دست خودم این کشورها بوده و همکار و همراه یکدیگر برای معالجه آرزومندانه مشکلات و معضلات باشند. اکنون که جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه شعار بازگشت به اسلام را برای جهان اسلامی سر داده و صدد ایفای این نقشی برای جهان اسلامی است که برای همگان مساوی می باشد. به همین خاطر ما می بینیم امروزه دارای نقش و تأثیرات چشمگیر و واضح در جهان است. در پایان به نام اصیل‌ترین جریان اسلامی در کردستان حرکت اسلامی که روی خاک جمهوری اسلامی ایران و با نفس مقدس آیت الله خامنه‌ای رشد کرد و دشمن سرسخت ملت مسلمان عراق را در سنگر جنگ و جهاد به زانو در آورد. میگویم باید داشته باشیم که حاملان این بیداری اسلامی مردان خدا هستند و پیام پایانی را برداشتند و لازم است بار دیگر جهان را خوشبخت نماییم. ما باید فرماندهان و رهبران و راهنما کنندگان مورد انتظار جهان باشیم. ما با آینده جریان‌های اسلامی و بیداری جهان اسلامی خوشبین و امیدواریم، چرا که ناظر و شاهد یک جاهلیت جدید حیله‌گر و مکر هستیم که جنگی سختی را علیه جهان اسلامی برپا کردند. آنها سخت در تلاش را برای دور کردن پیام اسلام و قرآن از تنظیمات زندگی و فرهنگ همه ملت‌ها هستند. خداوند متعال قوانین و جهاد در راه خود را برای ما روشن ساخته و وظایف حقوق ما را مبتنی بر اصول خود تعیین نموده است. لذا ما باید این حرکت پاک و ناب مقدس را بر عهده بگیرم تحت یک پرچم جمع شده و از شعله ورود شدن آتش دشمنان اسلام و بیداریش جلوگیری نموده و دست بیاورند. همدیگر را طولانی شهدای این کاروان مقدس را در پیش بگیرم. به همین جهت لازم است از طریق روابط دوستانه خود با همه طرفها و تحت شعار و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان به هدف برقراری روابط، تأسیس میان فعل همکاری میان همگان این بیداری اسلامی احساس کنند
که این شریعت و پرستش و عقیده برای شهرت و شعار و شوکت این و اون صرفا وسیله برای پژوهش نظری نیست، بلکه صرفا برای دوباره طرحریزی برنامه زندگی و آینده تمام جهان می باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.